سلام، به تحلیل سیاسی در بخش سرزمین من خوش آمدید. ما موارد خاص امشب خدمت شما تقدیم میکنیم. پس از کمیسیونی که طالبان تشکیل دادند که افراد مخالف ساختار حکومتشان در نظام جمهوریت دوباره به افغانستان عودت بکنند، بیشترین عودت کنندگانی که عساکر بودند و سربازان اردوی ملی بودند، مقامات پیشین سیاسی بودند، عضو پارلمان بودند، همه از یک بخش از اینا بر از اینکه به گونه در افغانستان نشان بدن که گویا حکومت طالبان ازشان مواظبت میکنه، دوباره به افغانستان عودت کردند. یک تن از اعضای پیشین پارلمان افغانستان که حدوداً یک مدت زمان زیاد میشه که اعضای خانوادهش اختطاف شده و به وزارت داخله طالبان رجوع کرده و موارد خاصی که ایشان تا جایی که من در این ویدیو تماشا کردم، این عودتی که دوباره آمده و اعضای خانوادهش کتنب و یا اختطاف شده، یک مسئله خیلی عمیق در ساختار نظام طالبان نشان میده که آنچه که به الفاظ میگن هیچ گاهی عمل نمیکنن. این ویدیوی کوتاه را با هم میبینیم. وزارت داخلي ته وایم چې وزیر صاحب ټول عمر به دا حال نه وي. زه د خپلو بچو لپاره خپل اقدام کومه 2 میاشتې کېږي میرزا اداري مانه سپی جوړ کړی، ځم او راځم. دا ستاسو مسلماني، دا ستاسو اسلام، دا ستاسو انصاف. زه په خپله لاس په کار کېږم چې چېرته مې که کاري که د وز نظري کورنۍ څوک مې پیدا کړي که نه ولم یم دا زم په کومه دلته نظام د موږ لپاره نشته، د موږ لپاره حق نشته. په وزارت داخلي کې اما بچیان چې اختطاف شوي دي دوی کلاس درته غږ نه اوري. ته څنګه حاکم یې؟ ته څنګه وزیر داخله یې؟ دا تاسو مسلماني او دا تاسو اسلام چېرته ده چې اوس تاسو نن ما سره ظلم کوئ؟ یک مسئله خیلی هویداز گذشته، یک شما در سیاست جای داشته باشین، عضو پیشین پارلمان باشین، وکیل باشین، هر مقام داشته باشین، اما از نگاه ناموسی وقتی که اعضای خانواده شما به 2 ماه دخترتان، اعضای خانوادهتان، خانمتان همه چیز لا درک می باشه، وقتی به نظام شما تکیه میکنین و اون نظام نمیتون در جغرافیایی که زیر نام افغانستان است این مسئله را بر شما پیگیری بکنه و 2 ماه شما به دور از خانوادهتان میتونین باشین، این میتونه ضربات مهلک بر ساختار اجتماعی و نبض قوانین و اعتبار دولت طالبان بیانجامه. این چیزی حقیقتی است، این چیزی نیست که رسانه ها در موردش ابلاغ و تبلیغ بکنه. اما متاسفانه در تمام رسانه‌ای در افغانستان است، اگر در گذشته امین وکیل صاحب پارلمان یک عمل کرد میکرد، خیلی از رسانه ها بود که تحت پوشش قرار میداد، ولی امروز تنها راهی که دارند، تنها مسیری که دارند میدن از طریق صفحات فیسبوک و رسانه های اجتماعی صدایشان بلند بکنن. هیچ رسانه هایی حاضر نیست با ایشان گفتگو بکنه، مصاحبه بکنه که خب 2 ماه اعضای خانواده‌ات نیست، وضعیت به کجا پیش میره، شما مراحل را که با حکومت ساختار طالبان شریک ساختین. در مسئله بعدی که خیلی ربط مستقیم به وضعیت فعلی افغانستان داره، از شاعر، نویسنده و فعال مدنی و فردی که ایده های بلند برای آزادی و دموکراسی و نوع آزادی بشر، آقای اخر داشت. ما شما را توجه میکنیم به این مسئله کوتاه و یک دکلمه کوتاه را در ساختار که خیلی کمک میکنه به وضعیت جامعه ما. شما با هم میبینیم، دوباره برمیگردیم. آب از عقب ابر عیان خواهد شد، دیو شب از غضب روز نهان خواهد شد. آب دلخواه بر این جوی روان خواهد شد، نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. چشم نرگس و شقایق نگران خواهد شد. شود این کشور ویران شده آخر آباد، این اسیران ستم می شود آخر آزاد. قلب افسرده مهجور بخواهد شد شاد، ارغوان جام عقیق به سمن خواهد داد. چشم نرگس و شقایق نگران خواهد. امیدوار هستیم ایده آزادی و زندگی انسانی در حضور فکر و اندیشه تمام مرد افغانستان زنده باشد، چون یک مسئولیت زمانی است که بعد از 100 سال بعد ما نخواهیم اینجا بود و این زندگی احساس زنده بودن بر ما نخواهد داد. ولی تنها چیزی که باقی میمانه مسئولیت فردی است که در مقابل آزادی انسانی کوشا باشیم. ما مردمان خیلی بزرگوار در ساختار جامعه ما
افرادی که بدور از فساد، بدور از مسائل پولی و دخیل در سیاست های نادرست باشند، ما افراد پاک داریم که تنها برای شرایط و آینده افغانستان می اندیشند. آقای مودی نخست وزیر هندوستان بر یکی از جزیره هایی که مرتبط به ایالات متحده امریکا میشه و جمع فرهنگ این مردم فرهنگ بومی است و نوعی که از افراد سیاسون که در این مراسم اشتراک میکنند با طریقه سنتی و فرهنگ بومیشان ازش استقبال میکنند که این افراد ما در یک مستند مشخص در این مورد صحبت خواهیم کرد و جزئیات بیشتر در مورد این جزیره که مرتبط امریکا میشه و مردم و ساختار نظام به شکل بومی هست. اینجا مسائل خیلی اساسی و واضح مطرح میشه، چون شما وقتی میرین به نقشه نگاه میکنین این جزیره را دریافت میکنین در میان ابحار و آبها وجود داره. دلایل اساسی برای نسل هایی که در این جزیره رشد میکنن از نگاه جسامت و قد و اندام غیر معیاری به تمام کره زمینی که ما زندگی میکنیم، انسان هایی که در اینجا تولد میشن از نگاه جسامت، قدامت و بزرگی خیلی بزرگ هستند. به گونه مثال اگر شما طفل 12 ساله را با طفل 6 سالهشان یا 5 سالشان مقایسه بکنین، به این معناست که طفل 6 سالشان از نگاه جسامت و قد اندام بزرگتر از طفل 10 ساله‌ای که در کشورهای بیرونی زندگی میکنن. این یک ویدئوی خیلی جالب است. آقای مودی با وجودی که در هندوستان هم بحث مسائل مذهبی و فرهنگی تنوع و ساختارهای مختلف است که مردم تعقیب میکنن، این که چگونه از آقای مودی در این جزیره که حضور پیدا کرده که مرتبط امریکا میشه و مردم با شرایط بومی اما نوع سیاست هم پیش برن، این رو با هم میبینیم. حضور آقای مودی در یکی از جزیره سموه که مرتبط ایالات متحده امریکا میشه و تجلیل از مناسبت های سیاسی به گونه امو ساختار خیلی طبیعی که بشر ابتدایی و اینجا تغییرات خیلی زیاد است که ما در یک مستند در این گزارش ویژه برای شما خواهیم پرداخت. اما این که آقای مودی در این چنین مراسم ها حضور پیدا میکنه، هندوستان هم چیزای عجیبه داره. به یک ویدیوی خیلی جالبه که نوع ذهنیت مذهبی در هندوستان داره و یک بزرگوار روی تخت هست و این نشان میده که چگونه از دین، از فرصت‌های مذهبی در ساختارها و در فرهنگ‌های مختلف انسان‌ها به مثابه آرامش خودشان استفاده میکنن. संभाले तो हमें कौन संभाले हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो मेरी ये नैया है अब तो तू न संभाले तो وقتی نگاه به این ساختار میکنین احساس میکنین که گاهی وقت بشر از نگاه عقلی چقدر غنی است، چقدر فقیر است. انسان بودن کار سخت است و باورها و فرهنگ‌ها چیزهایی است که درست نادرست داره که راه درست‌ترش انتخابش برای جامعه بشری در این زمان اساسی کار خیلی سخت شده، چون این ساختار فرهنگی و ساختار مذهبی مثابه نمادهای تولید پول و اقتصاد برای نظام‌ها و ساختارهای سیاسی، چون اسلام هم همچنان مستثنا نیست که در این خطرات، در این لبه خطر هر روز اسلام هم همین مسیر طی میکنه. ما به مثابه مولای امام، ساختار مسجد، این چیزا داریم، ولی ظلمی که در افغانستان صورت میگیره کسی صداش بلند نمیکنه. اینها احساس میکنین که از نگاه روانشناسی اگه بپردازین، اینها افراد خیلی هوشیار، خیلی پابند و در یک دنیایی که غرق هستن و به خود آرامش میخواین مردم از او استفاده میکنن. تا تحلیل دیگر، خدا نگهدار همه‌تان.